مار هرچه خوشخط و خالتر سمش کشنده تر. مرد هر چقدر زبون بازتر به همون اندازه پدر سوخته تر. یعنی هر مردی رو میبینی که تو جمع به زنش میگه دورت بگردم عزیزم عشقم فدای تو بشم، همه دنیا یه طرف تو یه طرف، مطمئن باش این پشت داره یه غلطی میکنه که اونو داره لاپوشانی میکنه با این کاراش، ذهنو داره منحرف میکنه. من با اون 10 تا استثنا کاری ندارم که پشت و روشون یکیه، اکثریت اینجوریه. آدما هر چقدر زبون بازترن کمتر باید بهشون اعتماد کنی. آدمای عملگرا کم حرف میزنن، بیشتر تو رفتار نشون میدن، با حمایت کردن، با اینکه تشویقت میکنن رشد کنی. خوشحالیت خوشحالیشونه، حسادت ندارن بهت، رقابت ندارن، پشتتن مثل یه کوه تو روزای سخت. زبون بازها همیشه قابل شکن. این نکته دروغ سنجیه اصلا تو علم روانشناسی. لطفا نظرت رو در این مورد برای من کامنت کن، البته بدون حمله، بدون جبهه‌گیری.